غمگینه که همین شب و روز به طریق خبر و رسانه ها ما دیدیم و در ناحیه هم چندین جسد جوانان رو آوردن. ما مادران ناحیه کشانیان رو به حد در تشویش گذاشت و جگر هر یک مادر می سوزد از آن که فرزندانی که در سرحدند، همه آنها فرزندان ما و شما هستند، وطن را حمایت میکنند. لیکن بگذار همین نافهمی ها را شخصانی باشند که برطرف نمایند، یک دیگر فهمی کنند و تاجیکستان خود یک دولت است که صلح پرور است، مهمان نواز است، با چندین دولت های دیگر هم سرحد است. خواهش میکردیم که همین بچه ها را همین کاراهای ناشایسته که امروز یک دیگر کشی میکنند سر راه همین کارها را سر وقت گیرند. خواهش التجای ما مادران همین است که همیشه صلح باشد و این نافهمی ها برطرف کرده شود.